بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی شما علاقمندان به خودرو. قسمت سوم دوره آشنایی با پلتفرم کلی خودرو رو داریم. من مهدیم و خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنید. در این قسمت قراره چه در مورد وظیفه قطعات موتور با هم صحبت کنیم و میخواستم در ابتدا نحوه کارکرد موتور رو کامل با هم یاد بگیریم و بعد از اون بریم سراغ وظیفه قطعات موتور. همونطور که توی قسمت‌های قبلی در مورد نحوه کار موتورهای 4 زمانه، ساختار کلی موتور و بعضی از سیستم‌ها مانند سیستم سوخت رسانی و سیستم کاربراتور با هم صحبت کردیم، امروز میخوام که وارد مباحث تخصصی‌تر و جدی‌تر بشیم. ما برای آموزش موتور پراید رو در نظر گرفتیم و گفتیم که موتور پراید دارای 4 سیلندر است. اگر ما هر کدوم از این محفظه ها رو یک سیلندر در نظر بگیریم، در داخل هر سیلندر یک پیستون قرار داره که از طریق شاتون به میلنج وصل است. من برای یادگیری بهتر نمونه واقعی قطعات رو براتون آوردم که این یک قطعه شاتون هست که از این قسمت به پیستون و از قسمت پایین به میلنج متصل میشه. در این وسط یک خطی وجود داره، یک برشی هست که از طریق این دو پیت باز میشه شاتون و از دو طرف دور میلنج میپیچه. این یک پیستون هست، قطعه پیستون برای موتور تراکمی XU7 که این شاتون هم برای موتور پیکان هست و من میخوام نحوه متصل شدن شاتون و پیستون رو براتون توضیح بدم. داخل پیستون یک همتیم فضایی رو داره که شاتون هم به این صورت وارد پیستون میشه، همونطور که در تصویر مشخصه فکر کنم وارد پیستون میشه و جژمپین هم از این قسمت وارد میشه که دورش هم یک خار قرار میگیره در هر دو طرف که مانع از خارج شدن یا لغزش جژمپین بشه. به این صورت پیستون و شاتون به هم متصل میشن و نیروی احتراق بنزین رو به نیروی حرکتی تبدیل میکنن و به این صورت بالای پای میره. این شاتون برای خودروی پیکان هست، موتور پیکان هست، ولی برای یادگیری من این دوتا رو به هم وصل کردم. اگر بخوام بیشتر توضیح بدم براتون، این پیستون برای یه پمپ باد هست که رینج پیستون هم داره برای یادگیری بهتر. رینج کمپرسی اول رو مشاهده میکنید، کمپرسی دوم و در پایین اینها رینج روغنی و این پیستون به خاطر روغن سوزی که اون موتور داشته یکم سیاه شده. در جلسات قبل در مورد شم خودرو هم صحبت کردیم. این یک شم تک پلاتینه است که این قسمت چینی شم و در اینجا واشر شم رو داریم و در این قسمت هم زرقه اتفاق میفته. همون برق 12,000 ولتی که گفتیم در این قسمت خیلی کوچیک اتفاق میفته. خب بریم سراغ مبحث اصلی. همونطور که بهتون گفتم پیستون ها از طریق شاتون ها به میلنج متصل میشن و من میلنج رو اینجا براتون رسم میکنم که به این صورت است.
در هر دو طرف میلنج بیرون زده. این میلنج از طریق یاتاگان ها به بدنه موتور وصله. در این قسمت ها یاتاگان وجود داره و اگر بخوام در این مورد هم مطالبی رو اضافه کنم که خیلی هم مهم هست، اگر بتونید یادداشت کنید خیلی خوب میشه. در موتورهای قدیمی فاصله بین یاتاگان و میلنج بین 4 صدم تا 7 صدم میلی بود که این فاصله با روغن پر میشد، ولی در خودروهای جدید بین 2 صدم تا 4 صدم میلی فاصله بین یاتاگان و میلنج هست. اگر بخوام دوباره مطلبی رو در این مورد اضافه کنم، یاتاگان قطعه هلالی شکل به این صورت است که میلنج در داخل یاتاگان قرار میگیره. یاتاگان از دو بخش بالایی و پایینی تشکیل میشه که یاتاگان در داخل خودش فلزی به اسم بابیت داره. فلز بابیت فلزی نرمه که در صورت نبود روغن مانع از گیرپاش کردن موتور بشه. اگر بخواین از این تصویر اسکرین شات بگیرید. خب همونطور که بهتون توضیح دادم، ما میلنج خودرو رو در نظر میگیریم. حالا این خط رو میلنج در نظر میگیریم که از هر دو طرف موتور خودرو به بیرون اومده. در این سمت میلنج به فولی میلنج متصله که چرخدنده‌ای هست و در جلوی اون هم یک فولی دیگه قرار داره. فولی اول فولی تایم هست که مستقیما از طریق یک تسمه به فولی میلسوپاپ متصل میشه که به سرسیلندر میره و این فولی به دور از طریق تسمه واتر پمپ، اویل پمپ، دینام و بقیه ادوات رو با خودش میچرخونه. حالا من یک فولی سر میلنج هم آوردم که این سوراخی که در اینجا میبینید سوراخ تایم هست. یک پیم در این قسمت قرار میگیره، یک سوراخی بر روی موتور وجود داره و یک سوراخ بر روی فولی سر میلسوپاپ. زمانی که این دو سوراخ روبروی هم قرار میگیرن، یک پیم رو داخل اینها میکنن تا مانع از چرخش بشه و موتور رو تایم میکنن، یعنی موتور رو در زمان درست خودش قرار میدن که اگر این اتفاق نیفته در هنگام چرخش سوپاپ ها و پیستون با یکدیگه برخورد میکنن و باعث شکستگی و خرابی موتور میشه. حالا من در این مورد خواستم مطالبی رو اضافه کنم. از این طرف همونطور که گفتیم از طریق دوتا فولی، این فولی اول و این فولی دوم، از طریق تسمه تایم
که در خودروهای قدیمی تسمه تایم وجود نداشت و به عوض تسمه تایم از زنجیر تایم استفاده می‌کردن و فولی دوم تسمه عادی رو میچرخونه که به طور حالا همون ادواتی که گفتیم مثل دینامو، واتر پمپ و اویل پمپ میره و همه اونها رو به همراه خودش به کار در میاره. در اون سمت میلنج همون قسمتی که گیربکس خودرو وصل میشه، اولین قطعه‌ای که وجود داره دنده فلایویل هست. دنده فلایویل همون قطعه‌ای هست، قطعه دایره شکله که دنده هایی رو بر روی خودش به این صورت داره. همون قطعه‌ای هست که بین گیربکس و موتور قرار میگیره و دنده استارت هم بر روی همین قطعه قرار میگیره. زمانی که شما استارت میزنید، استارت بر فرض در اینجا قرار داره و دنده استارت هم اینجاست که در هنگام استارت زدن استارت به جلو میاد و روی فلایویل قرار میگیره و با چرخش خودش موتور رو به حرکت در میاره. بعد از اون صفحه دیسک وجود داره و به ترتیب وارد گیربکس میشه. امیدوارم از این آموزش مطالب و بهره کافی رو برده باشین. در قسمت‌های بعدی مطالب تخصصی در گفته خواهد شد.